سلام. این روزا که همه کارا تو اینترنت داره انجام میشه و اکثریت مردم به اینترنت دسترسی دارن، داشتن یک کسب و کار تو فضای اینترنت میتونه درآمد خیلی بالایی رو برات داشته باشه. اگر میخوای یک کسب و کار اینترنتی داشته باشی، قبلش باید تحقیق بکنی و مسیر کاملش رو یاد بگیری. امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری یک کسب و کار رو تو اینترنت راه اندازی بکنی، ازش به درآمد بالا برسی. قدم اول اینکه باید علایق خودت رو بشناسی و ببینی تو چه کاری انقدر خوبی و انقدر دوستش داری که ازش خسته نمیشی. مرحله بعدی اینه که تو حوزه مورد علاقت تحقیق کنی، ببینی چه محصولی مشتری بیشتری داره. حالا که تونستی محصول مورد نظرت رو پیدا کنی، باید یه راهی واسه عرضه اون محصول پیدا کنی. اگه میخوای محصولت رو بدون هیچ دردسری تو اینترنت عرضه کنی و بفروشی، بهترین راه داشتن سایت فروشگاهیه. وقتی که شما سایت اینترنتی داشته باشی، مشتری خیلی راحت وارد سایتت میشه و ازت خرید میکنه. بعد از اون شما باید واسش بسته‌بندی کنی و بفرستی بره محصولت رو. ساختن سایت اصلا سخت نیست و توی کوتاه‌ترین زمان ممکن شما میتونید سایت اینترنتی رو بسازید. اصلا همین الان بیاید با هم دیگه بریم یه سایت اینترنتی بسازید تا ببینید چقدر راحته. ساختن سایت با پورتال کار خیلی آسونیه. فقط کافی از بالای صفحه‌ای که توش هستید روی گزینه ثبت نام بزنید. اینجا اطلاعاتتون رو وارد بکنید و روی گزینه ثبت نام بزنید. حالا سایتتون ساخته شده و شما وارد پنل مدیریتش شدید. توی این صفحه میتونید ویدیوهای آموزشی رو ببینید که چجوری باید با سایتتون کار بکنید. دیدی که ساختن سایت چقدر راحته؟ به همین راحتی هم میشه ازش پول درآورد. برای اینکه بتونی محصولات رو راحت‌تر بفروشی، میتونی اونها رو به موتورهای جستجوی محصول مثل تورو با ایماز هم وصل کنی. اگه برای ساختن سایتت نیاز به راهنمایی داشتی، میتونی با این شماره داخلی 2 تماس بگیری تا به صورت رایگان بهت مشاوره بدیم.